سلام، من شادیم. اینجا قراره با هم نجوم و اسطوره رو جور دیگه‌ای ببینیم. نه مثل فرمولای درسی و افسانه‌های دور از ذهن، بلکه مثل داستان‌های زنده‌ای که هنوز توی خونمون جریان دارن. توی آسمون شب، توی چارت تولد، توی خود ما. اگه تو هم مثل من وقتی به آسمون نگاه میکنی حس میکنی یه چیزی صدات میکنه آشناس برات، پس خوش اومدی. خب من میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. تا حالا به این فکر کردین که چرا اسم کهکشان راه شیری کهکشان راه شیریه؟ داستان ما به یونان باستان برمیگرده. هرکول، قهرمان معروف، فرزند نامشروع زئوس و زنی فانی به اسم آلکمنه. زئوس خدای خدایان خودش همسری داشته به نام هرا که ایزدبانوی قدرتمندی بوده. وقتی هرا متوجه خیانت زئوس میشه، تمام تلاشش رو میکنه که این بچه رو از بین ببره. آلکمنه مادر هرکول تصمیم میگیره برای آروم کردن خشم هرا اسم پسرش رو بذاره هراکلس یا همون هرکول خودمون که به معنی برای پرستش هرا هستش. ولی خب این خود شیرینی ها روی هرا جواب نمیده و آلکمنه وقتی تلاش میکنه و میبینه دیگه چاره ای نداره، پسر خودش رو میبره روی دشتی رها میکنه و با تمام اندوه میره. این وسط آتنا خواهر ناتنی هرکول میاد و اونو پیدا میکنه و با خودش به کوه اولمپوس میبره و اونجا وقتی میبینه که هرا خوابه میاد و یه شیطنتی میکنه و هرکول رو توی بغل اون رها میکنه و میره. و هرکول هم خب به خاطر غریزه نوزادی که داشته شروع به خوردن شیر الهی میکنه و به خاطر اون زور زیادی که هرکول داشته انقدر این کار رو قوی و قدرتمند انجام میده که هرا ها از خواب بیدار میشه و اونو محکم پس میزنه کنار. و توی این فرایند چند قطره شیری که از سینه هرا سرازیر میشه و توی آسمون رها میشه و کهکشان راه شیری رو به وجود میاره. توی افسانه‌های یونان باستان آسمون با انفجار ساخته نشد، بلکه با یه اشتباه الهی با خشم یه زن و یه قطره شیر بوده که راهی به این بزرگی با شیر یه اله شروع شده. یعنی چی؟ یعنی که این همه ستاره همشون از دل یه افسانه شیرین و خشن زاده شدن. برای همین اصلا اسمش شده کهکشان شیری که همون گالاکسیاز هستش که از واژه یونانی گالا میاد که به معنی شیر هستش. حالا یه لحظه چشماتو ببند، تصور کن یه کهکشان عظیم روبرومونه، پر از ستاره های درخشان با یه سیاهچاله بی صدا درست وسط قلبش و ما انسان ها روی یه سیاره کوچیک که چسبیده به یکی از بازوهای این گل مارپیچی بزرگ داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم و روز رو به شب میرسونیم و شبا فقط یه بخش کوچیکی از اون رو میبینیم که این نوار مه‌آلود و نقره‌ای از یه سمت آسمون به سمت دیگرش کشیده شد. اما برای اجداد ما این فقط یه منظره نبوده، نشونه و معنایی بوده و آسمون حکم یه تقویم رو نداشته، کتاب مقدسی بوده که برای هر کاری بهش نگاه میکردن و اون نوار نقره‌ای برای ایرانی ها یه نوار پر نور زیبا نبود. حتی ما توی برخی روایت‌های کهنمون داریم که میگفتن این نوار شیر گاو نخستینه، یعنی گاو مقدسی به نام گاو که یکی از اولین آفریده های خداوند نور اهورامزدا بوده و میگفتن این گاو از دل نور و آتش ابدی آفریده شده و شیرش یعنی اصل حیات این نوار نقره‌ای رو ساخته که شده راه شیری. و همونطور که متوجه شدیم میگن که توی برخی روایت‌های محلی ایران باستان راه شیری رو مسیر روانها و ارواح پاک میدونستن که پس از مرگ به جهان میروند که این شباهت نزدیک خیلی زیادی با برداشت‌های مصری داره. مصریان باستان راه شیری رو نیل آسمون میدونستن که میگفتن آینه رود نیل روی زمینه و همونطور که نیل زمین رو حیات میبخشه و بهش حیات میده، راه شیری هم توی آسمون راه تغذیه ایزدان و ارواح بوده. کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی عظیمه که بیش از 200 میلیارد ستاره داره و خورشید ما فقط یکی از اون ستاره هاست که توی
بازویی به نام بازوی شکارچی قرار گرفته و وقتی از بیرون به کهکشان راه شیری نگاه میکنیم مثل یک گل عظیم نورانی هستش که هزاران میلیارد ستاره مثل دونه های نور دارن دورش میچرخند دور مرکز کهکشان. اما یه سوالی که هستش اینه که اون وسط چی قرار گرفته؟ چه چیزی اونجاست که این همه نور و جرم بیوقفه در حال گردش هستن دورش؟ اونجا چی میتونه باشه؟ و جوابی که هستش اونجا یه سیاهچاله خیلی بزرگه که اسمش ابر پرجرم هست که بهش کماندار آ میگن. یه سیاهچاله ابر پرجرمی خوابیده که نور و صدا نداره. تلسکوپ جیمز وب اخیراً موفق شده حرکت راه شیری و با سرعتی دیوانه‌واری که بیش از 2 میلیون کیلومتر در ساعته و به سمت چیزی ناشناخته داره حرکت میکنه ثبت کنه که دانشمندان بهش جاذبه بزرگ میگن و گفتن حدود 4 میلیارد سال دیگه راه شیری با کهکشان آندرومدا برخورد خواهد کرد. ما اینجا فقط دنبال ستاره ها نیستیم، ما قراره که صدای اونها رو و قصه هایی که دارن رو بشنویم. توی قسمت بعدی میخوایم به یکی از قلمروهای سیارات قدم بذاریم. اسم این سیاره زحل یا ساترن هستش که توی ایران باستان بهش کیوان هم میگن. میخوایم به دنیایی بریم که صدای زحل، صدای این سیاره‌ای که توی چارت تولدمون ما رو وادار میکنه بزرگ شیم و بشنویم. از اینجا به بعد ما توی دنیای سیارات قدم میزنیم و از آسمون به درون روان میریم. صادقانه بخوام باهاتون صحبت کنم این هستش که از این به بعد هر بار که به آسمون نگاه کنید یه چیزی درونتون تکون میخوره و اون آسمون همیشگی براتون نیستش و ستاره فقط نور نیستن، براتون صدا دارن و خاطره و اون وقت همه چی براتون یه معنای تازه پیدا میکنه، از تو گرفته تا زمان. ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه ما بودین. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو روشن کنید تا وقتی که ما براتون ویدیو میذاریم سریع مطلع بشین، بتونید ببینیدش و اینجوری بودنتون برای ما خیلی دلگرمیه و قوت قلبیه که بتونیم ادامه ویدیوها رو براتون تهیه کنیم. تا قسمت بعدی و سیاره بعدی، بدرود.